سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوام یه گزینه‌ای رو بگم که تنوع امضای روش خیلی زیاده و میتونید مانور بدین. این گزینه رو داشته باشین. خب البته این خودش یه حالت پاراف هست، ولی اینو داشته باشین. با این میتونیم تنوع داشته باشیم. ساده ترین حالتش اینه. این میشه یه امضا، از این طرف میشه یه امضا. بخوایم اینطوری بزنیم میشه یه امضا، از این طرف یه امضا. حالا میتونیم از اینجا ببریم یه امضای دیگه، دو تا خط بکشیم، تنوع، بازم تنوع. ببینید یعنی رو این گزینه میتونیم مانور بدیم و تنوع امضای زیادی داشته باشیم. حالا ساده ترین حالتش هم ببینید خیلی ساده. این گزینه رو خب ببینید یعنی مانور زیاده، خیلی ساده و نکته کلیدی است. دو تا خط و این خب ببینید یعنی همه جوره مانور میشه روش داد. تنوع خیلی خیلی زیادی میتونید داشته باشیم و میتونید خیلی راحت برای کارهای اداری و حالا عمومی استفاده بکنید. امیدوارم مفید باشه و استفاده بکنید. بهترین گزینه که خودم خوشم میاد این گزینه است که هم حالت به قول خودم بروز هست، هم حالت قدیمی. در پناه حق یا